با قطار از سمرقند به بخارا رسیدم. شهری پر از مساجد و مدارسی که از دوران شکوه تیموریان به جا مانده. I took a train from Samarkand to Bukhara, a city full of schools and mosques. Etomado un tren desde Samarkand a Bukhara, un ciudad de mezquitas y escuelas. ایستگاه قطار بخارا. در بخارا هستم. این در واقع میذارن روی قوری چایی که گرم بمونه. ناموس گل. این ناموسش دیگه مثل گله. خیابون ناموس گل. این یک بازار هست. بازار اصلیش نیست ولی یک بازاره و بریم تو و ببینیم چجوریه. کلاها رو که میبینیم کلاهای گرم اینجا باید باشه دیگه با بادهای زمستون و اینها. لباس ها رنگ و با رنگ اساسی. لباس خانوم ها پر از رنگ. رنگ و با رنگ. و مسلما چاقو، چون اینجا نام دارن و چاقو کاربرد زیادی داره. خب این سردر مسجد باشکوه دیدم، گفتم برم ببینم تو چه خبره و جواهر فروشیه بیشتر. در یکی از چاقو فروشی ها و شمشیر فروش ها هستیم. خیلی قشنگ و زیبا. اینجا هم همینجور. فرش فروشی بزرگیه. فرشای ابریشم هم داره. توریست هم اینجا اومدن برای دیدن و خریدن. خب در یکی دیگه از محوطه ها و میدان ها هستیم که این مسجد رو میبینیم با 2 تا گنبد و پشت سرمون هم باز یه مسجد دیگه است به نام مسجد کلان 1514. از این زاویه نور بهتری داریم و میتونیم مناره و گنبد رو بهتر ببینیم. امروز روز بادی هست. دستشویی اهولایی رو که میدن خوش میکنم میندازن اینجا. هم شلوار نداشتن، شلوارک داشتن. همه در مسجد دامن دادن خوشون کنن که باهاشون معلوم نشه.
تیپیکال سقف‌های اینجا از این ستونهایی که پایینش فوق‌العاده باریک شده درست میکنن و میذارن کل سقف رو روی اینا. سقف خیلی بیش از حد قطور چوباش و این به نظر میاد خیلی بیش از حد ضعیفه. از اونجا که اون مسجد بود اومدم و رسیدم به این قلعه و این قلعه رو روز بادی هم هست، پربادی هم هست. این قلعه رو برم تو ببینم اوضاع چطوره. اومدم بالای قلعه، باد شدید میاد، اتفاقا صدام ضعیفه و اومدم یه شات بگیرم. در صورت این قسمت اوله، این هم همون مناره، این هم میدان دوم، این هم بخارا قسمت شهریش. آسمان فراش و اینا قطعا نداره، شهر کوچیکیه، تاریخیه. هست بالای قلعه. آخر کارمون رسید به همین شاشلیک. بریم یه شاشلیک بخوریم. سلام گرمی جوشان از کنران ما از شما، امیر عالم قرار گرامی، از دیدار شما دل ممنونم. خواهش میکنیم در بین کشورهای ما صلح و امنیت، رابطه‌های دوستی برقرار باشد. بهار باید شاید کوچک شام و غم تندوری وجود شب شما چون روز باشد، بهار عمر شما پیروز باشد. از مهماندوستی شما خیلی متشکرم. ساختمان چوبی بسیار قشنگیه، مثل همون چیزی که در اصفهان داریم، فقط اون در طبقه بالا قرار داده شده و ستون‌های چوبی و سقف چوبی و امروز بسته است، فردا احتمالاً بشه رفت داخلش. پلیس همیشه در حال محافظت از ما با موی بلند. با تاکسی دارم میرم. اینم همون اسنپشونه که داره میگه بهش کجا برو. در شهر بخارا یه حوض قشنگیه با فواره، دور تا دورش هم رستورانه. حالا برگردم همینجا چیزی بخورم. اطرافش هم این مساجد رو نورپردازی کردن. ازبکی، فارسی، افغانی. توریستا و مردم خودشون راه افتادن بیان قدم بزنن و شب رو هم دیده باشن. خب این میدون رو هم شب فیلمشو داشته باشیم که بسیار قشنگه. بعد از اینکه این زاویه رو دیدیم برمیگردیم
ببینم از این میدان زیبا. محله‌های قدیمی با این شابای گاز، درهای قدیمی. بازم مستقیم میریم و بازم مستقیم میریم. اگه بالای گنبد ستاره داوود ندیده بودین ببینین. این یک آرامگاه یهودیان هست در بخارا. امروز چون شنبه است بسته است. شنبه ها هیچ فعالیتی نباید بکنن، در نتیجه نتونستم برم تو از بیرون یه فیلم کوچیکی بگیرم. اقلا مسجد بلنده، بریم داخلش ببینیم چجوریه. مسلما همون سقف و ستونهای باریکو که داره. ظاهرا محراب قشنگی داره، بیشتر برای اینه. از اینجا هم بگیرم. مسجد بلند قشنگه، سقفش قشنگه. مسجد بلنده در واقع. بامداد پیشین از شام خفتن. اینها هم همونها به روسیشه. مسجد بلند چند سال پیش گفتین؟ 500 سال قدمت داره با این سقف چوبی. قرن 16 هم. و محراب و اینم سقف. یه غذایی به نام کوسا سومسا دارن، بریم این کوسا سومسا رو بخوریم ببینیم چه جوریه. میرم یه دونه بخورم ببینم چه جوریه. با هیزم درست میشه. درشو بر میداریم، توش پر گوشته و سس و اینام داره کنارش و حتما باید خوشمزه باشه چون اینجا گوشت زیاد استفاده میکنن. این چشمه ایوب هست، چشمه قدیمی بوده که هنوز هم آب داره. بریم ببینیم چجوریه. این پشت هم بازار اصلیه که خواهم رفت. یه استراکچر هم اینجا ساختن مدرن تر. اینا مشکای آب قدیمیه، برای حمل شخصی قمقمه حساب میشه. این در اصلی ورودی بازار اینه. من که میوه و اینا نیستش، بیشتر بازار همین چیز به اصطلاح لوازم عمومی خونه است. شاخه های دیگه ای هم داره. بریم تو ببینیم چه جوریه. قطعا باید بزرگ باشه چون اینجا اطراف خیلی سرسبزه و کشاورزی خیلی رونق داره. ادویه‌جات طبق معمول فراوون. این با این عظمت فقط ادویه، بازار ادویه است. بازار میوه اون پشتی که خواهم رفت، ولی این کلن همش ادویه بود. این هم طبق معمول بازار لبنیاته، همه کشک و چیزهایی که زیاد نمیدونم چیه ولی همه مربوط به لبنیات میشه. این هم بازار گوشت اینجاست که در واقع همین یخچالیه و مسلما اصلا عظمت بازار گوشت جای دیگر رو نداره. حالا شاید اینجا بیشتر کشاورزی هن تا دامداری. این هم چیزهای مختلفیه که نمیدونم توش چی کار کردن، میوه های مختلف و توش بادوم و مادوم و همه چه قاطی. این هم قسمت شور و ترشی و
اینجا هم همه برنج و حبوبات. از این ماشین هم خیلی دوست دارن و از این شورولت کوچیکا خط تولیدش هم آوردن. خلاصه با این دوتا ماشین دارن حال میکنن. یه کوره سیاره، این با گل درست کرده و آجر هیزم هم داره. نمیدونم نون درست میکنه چی درست میکنه. چایخانه چنار، مدرسه 4 منار. بریم ببینیم داخلش چجوریه، چون خیلی کوچیکه، داخل خاصی نباید داشته باشه. از این لک‌لکام که گنبداشون زیاد میذارن. داخلش کلا به فروشگاه تبدیل شده. گفتم داخلش خیلی نمیتونه بزرگ باشه. محله های قدیمی تر و دست نخورده ترش هم کمی را برم. کوچه های بسیار باریک. این هم مجسمه مولا نصرالدین و خرش که اینجا جلوی مدرسه دینی وجود داره. از این کشورهای اسلامی اطرافشون همین قزاقستان، قرقیزستان اینا با تور میان. بازدید تور فقط خانوماست دیگه، اینا شاید قاطی نمیدن، توراشون هم جداست. اینا انواع آفتابه هست که میبینین، فلزی و سنگین برای شستن دست یا دستشویی. کوچه های تنگ و باریکی داره ولی مرتبه، را آب داره، پیاده رو صافه. اینا خب خیلی خوبه. این موتورها تور میرن، یعنی تمام این کشورها رو میرن. اینجا در بخارای خونه گرفتم با قدمت بیش از 100 سال. چیزایی که توی موزه ها باید میخواستم برم ببینم و اینجا توی خونه همینجوری هستش. حالا این در رو داشته باشیم، در دو لایه در حفظ گرما و سرما. ستونهای عظیم، درخت قشنگه. از این ستونهایی که تو موزه ها در واقع میرفتیم میدیدیم که اینجوری پایینش رو اینجوری کردن و اینا همینجوری سقف زده و هستش. از اون برم اگه بخوایم بریم ببینیم، از این حالا قبل اینکه چاپ داشته، چاهش دیگه دکوره، ولی همه خونه های خیلی قدیمی 500 سال پیش بود به قسمت زیرزمین داشتن برای هم خنکی هم نگهداری چیزهایی که خراب میشه. همیشه این بوده. حالا اینجا شده اولی. سقفش هم که میبینید تمام چوب‌های قطور، یعنی کل خونه چوب قرار شده. این همون رستوران دیشبه، غذاش خوب بود و محیط هم که خوبه و اینا که اینجا هستن. در نتیجه باز اومدم همینجا، ولی این دفعه یه چیزیه به نام آش که آش نیست، همون پلاو تاشکند و اینا آش میگن. اونو میخوام امتحان کنم. این همون پلاوه که بهش آش میگن، قبلا توضیحشو دادم. برنج و گوشت و هویج و حبوبات و کشمش و خلاصه همه چی توشه. یادم رفت بگم گوشتاشونو تیکه های دنبم از قصد میذارن که خوشمزه بشه. نسل جدید سمت چپ، نسل قدیم سمت راست. ساعت 4 صبح اومدم ایستگاه قطار که با قطار 7 ساعت برم خیوا.
بریم با این قطار هیوا در ایستگاه قطار بخارا ساعت 4 صبح. قطار خواب هست، همه خواب هست، ساعت 4 صبح. برم اینجا اون بالا جای من. این فکر کنم سماوره که توی قطار ها میزنن، همون قطار روسی هم هست.